بسیار از اسلام سیتیز ها وقتی حج شود غضباشون به بینیشون میبیاد، نمیدونم چیکار میکنن، شب و روز حج تنقید میکنن. ای پول میبرید به عربستان میدید، عربستان به امریکا میدهد گفته. حالا یک جایی نشست در فوتبال چند هزار، 4,500 این جاهای میانه، جاهای وای چند پول، جاهای نقص. فینال از همه ارزانش از 15 تا 20,000 دلار. یک مجلس از همه ارزانش 15-20,000 دلار در اشتراک یک بازی. اون جاهای مخصوص چی پشتای مثلا دروازه‌بان چند پول، از همه قیمتش چند پول؟ از میلیون بالا. اینه یعنی به 1,000,000 دلار برای 1.5 ساعت فوتبال چیپته میخرد. هیچ کس گپ نمیزنه اون پول به کجا میرود. حتی همین ارزان ترین بازی ها پول یک حج است. سفر نمیگوید. سفر کردن به امریکا رفت و آمد چند پول است؟ نشستن در مهمانخانه ها این پول به کجا میرد؟ برای چی اسلام سیتیز ها این مسئله های به نظر نمیگیره؟ اون حج به خاطر الله است و عبادت است و ثواب است و امر الله است، امر آن ذاتی که پول داده است، ذاتی که به شما پول داده شما را امر کرده است که به زیارت خانه رود. با همون مبلغ به کجا میرد؟ همین 4-5 هزار دلاری که به حج میرید، صرف و خراجات هواپیما رفت و آمد، صرف و خراجات مهمانخانه هایی که خودتون میشینید، خورد و خوراک 3 مراتب طعام، این چنین خدمت رسانی هایی که در مینا و مزدلفه عرفات به شما رسانیده میشد. یعنی اون پول ها بیکار نرفته است، بر عوضی منفعت یا بر عوضی یک چیزی دیگر، اجاره مثلا هواپیما یا اجاره مهمانخانه یا بر عوضی طعامی که میخورید یا به عوضی اون خدمت رسانی هایی که اتوبوس هایی که شما از جده میگیرد به مکه میبره، از مکه به مزدلفه و مینا و عرفات میبرد یا از مکه به مدینه میبره، این همین خدمت رسانی های حقش میگیرد. علاوه بر این همین پول به کجا برده سپردن حاجی های ما؟ حاجی ها پول را برده به عربستان سپردن یا پول را به امانت بانکی جمهوری تاجیکستان سپردن؟ به کجا سپردن؟ پول برده به بانک خودمون سپردن. کدام پول به عربستان رفته است؟ حاجی ها پول بردن به بانک تاجیکستان سپردن. تمام.